سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من برگشتم با یه ویدیو خیلی مهم. راستش چند وقت پیش من داشتم دایرکتمو چک میکردم و یه سری کامنت های یوتیوب رو میخوندم. یه سوالی که خیلی بهش برخورد داشتم این بود که گفتن ما پیجمون احساس میکنیم دیگه کسی با همون تعامل نداره، یا یه مدت توی پیجمون نبودیم، فالوورامون دیگه ارتباط با ما نمیگیرن. مثلا اینجوریه که دیگه پستای ما رو نمیبینن، استوریای ما رو نمیبینن، با همون تعامل ندارن و احساس میکنی پیجمون مرده. پس تصمیم گرفتم یه ویدیو بسازم با موضوع این که یه شوک بده به پیجت و پیجی که حالا مرده یه مدت و از کار افتاده بود رو دوباره زنده بکن. من 12 تا تکنیک با خودم آوردم توی این ویدیو و میخوام این 12 تکنیک رو مو به مو با شما در میون بذارم و بهتون قول میدم اگر مشکل پیجتون همین باشه برطرف میشه، مگر اینکه پیجتون حالا مشکلات آسیبای جدی تری خورده که اونا اصلا مبحثش جداست. اما اگر پیجتون بابت اینکه یه مدت فعالیت نداشتید یا احساس میکنید قبلا تعاملش خوب بوده الان افتضاح شده، این موارد میتونه بهتون کمک بکنه. دمتون گرم، با من همراه باشید. ببین، من میخوام بهتون بگم که چطور پیجی که مرده است رو زنده بکنی. پست میذاری کسی اصلا زیاد نمیبینه، لایکش خیلی پایینه، حتما ریچش رو نگاه کن، ببین چند نفر اصلا این پست رو دیدن و از چند نفری که دیدن اومدن لایک کردن. لایک معیار خیلی جدی نیستش، اینو صدها بار توی ویدیو یوتیوب هم گفتم. ببین استوریاتو چند نفر میبینن، از اون چند نفر سعی کن یه سری استوریایی بذاری که باشون تعامل بگیری، یه ریپلای برات بزنن، ببینی چند نفر میان استوریاتو ریپلای میزنن و دقت کن روی این قضیه که این ببینید چقدر هنوز تاثیرگذاری یا چقدر آدما هنوز تو رو تو ذهنشون دارن. اما چه زمانی اینجوری میشه که مثلا پیج شما از حالت نرمال خودش خارج میشه، تعامل نمیکنن، پستا رو نمیبینن، یا پیجتون به اصطلاح مرده، روح شده فالوورای شما؟ ببین زمانی که یه مدت تو پیجت فعالیت نمی کنی یا یه مدت پیجت رو رها میکنی، این اتفاق برات میفته. یا زمانی که مثلا یه مدت تولید محتوا نداشتی، اومدی تو پیجت ولی دل و دماغ نداشتی، فعالیتی نکردی. 3. محدودیت داشته پیجت یا حالا کلا یه روند اشتباهی رو رفتی. محدودیت مثل اکشن بلاک اینستاگرام، مثل شادوبن اینستاگرام و این موارد. یا اینکه نه، روند تو اشتباه رفتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فکر میکردی که اگه پستاتو به سبک فرهنگی ببری یا به سبک طنز ببری نتیجه بهتری میگیری، اما یه مدت که این کار کردی دیدی کلا تعاملات اومده پایین. اینها چیزیه که اینها زمانیه که پیج تو به یک پیج مرده تبدیل میشه. حالا میخوایم بریم سراغ اون 12 راهکاری که من بهت میگم و اگه انجامش بدی به احتمال 95% شما میتونی پیج خودت رو زنده کنی. این مسئله فقط مربوط به پیجای کوچیک نیست. پیج بلاگرهای زیادی رو دیدم با فالوورهای میلیونی که یه مدت چون نبودن از ذهن‌ها فراموش شدن. اگر خوب فعالیت کرده باشن قدیم، هنوزم میتونن فعالیت کنن و دوباره به دوران اوجشون برگردن. فقط کافیه یه روند جدید داشته باشن، فقط کافیه دوباره خیلی خوب و قدرتمند ظاهر شن، نه با روش‌های قدیمی و سنتی خودشون. یه سری ترفند وجود داره که بتونی پیجت رو برگردونی یا به اصطلاح بهش شوک وارد کنی. این شوک وارد کردن به پیج شما خیلی ایده ها وجود داره، ولی اصلی تریناش رو من بهتون میگم. اولین راهکاری که بهتون میدم اینه که ریلز شوک کننده بذاری. برای مثلا چیزی که انتظارشو نداره مخاطب از تو ببینه، اون رو منتشر بکنی توی پیجت. یا مثلا بیای اون منظور از ریلز شوک کننده یه کار متفاوته، یه کار جدید، یه سوژه جدید، یه ریاکت نشون بدی به یه مثلا ویدیوی دیگه، یا مثلا یه ترندی و یک چیزی که خیلی باب شده و همه با شوخی میکنن اول ویدیو تو هم استفاده بکنی و تو هم با اون مسئله شوخی بکنی. یه حرکتی بکنی که یه ذره توجه جلب بکنی. این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. دومین موردت اینه که برنامه ریزی برای محتوا یا تقویم محتوایی داشته باشی. به هیچ عنوان بدون برنامه ریزی دوباره بیا یه روز فعالیت بکنی بگی ای بابا دیگه من نمیگیره کارم، دیگه اون ویوهایی که داشتم از بین رفت. نه، اینستاگرام
امروز خیلی الگوریتمش پیچیده تر شده. اتفاقا دارم دفترم آماده بشه یه ویدیو خیلی حرفه‌ای راجع به الگوریتم‌های جدید اینستاگرام میخوام بسازم که اصلا ممکنه خیلی‌ها رو افسرده کنه این الگوریتم‌های جدید و خیلی سختگیرانه شده. اما ما باید خودمون رو اگر میخوایم تو اینستاگرام پول در بیاریم ازش استفاده بکنیم و خودمون رو آپگرید بکنیم. پس باید یه برنامه‌ریزی برای محتواتون داشته باشی. سومین مورد اینه که یه سر به هایلایتات بزنی، ببینی که چه خبره، چیا رو هایلایت کرده بودی، عوضشون کن. اگه خیلی سنتی و دموده و قدیمی شدن عوض کن، هایلایتاتو آپدیت کن. آره، نذار هایلایتای مثلا 3 سال پیش این همه شلوغم کردید هایلایتاتون رو فکر کنید هایلایت مثل انباری خونتون هر چی که حالا به درد نمیخوره رو بنویسید فلان اونجا. نه، هایلایت برای کساییه که وارد پیج و پروفایل شما میشن، بتونن ارتباط نزدیکتری باهاتون بگیرن. یه سری استوریایی که خیلی مهمه که مخاطبایی که تازه میان تو پیجتون ببینن. اشتباه نکنید راجع به هایلایت. و چهارمین مورد اینه که روش تولید محتوات رو عوض کنی. اگر تکراری شدی، اگه سبک محتوات به سبک قدیمیه که حالا یه سری مواردی که گفتم توی ویدیو قبلی مگه برید ببینید، دقیقاً یه ویدیو قبل از این ویدیو بهتون گفتم که یه سری چیزا دیگه تو اینستاگرام جواب نمیده، اون سبکا رو بذارید کنار. خب پس اینجا جاییه که شما باید روش تولید محتواتون رو کمی تغییر بدید اگر مشکل احساس میکنید از تولید محتواتون بوده باشه. 5 گرافیک پیج تو اگه تغییر بدی تو فصل جدید یا سیزن جدید خیلی کمک میکنه به اینکه دوباره بتونی برگردی و پرقدرت ادامه بدی. حالا پستات، ادیت ویدیوهات، حتی ادیت کاورهات، هایلایتات که آیکونایی که براش استفاده میکنی یه تغییر بده، یه نو بکنی، یه خونه تکونیه. 6 پستای موفق رو ادامه بده. یعنی برو یه سر بزن به آنالیز پیجت، ببین چه پستایی خیلی برات موفقیت آمیز بوده، اونا رو ادامه بده یا یه ریدیزاین کن، یه بازنگری روشون بکن، دوباره بسازشون. یا همونا رو اگر استفاده نمی کنی که حالا بهتره که استفاده نکنی، یه سبک جدید دوباره همونا رو بساز، روش کار کن. ببین عموما 90% پیجا از همون محتوایی که قبلا نتیجه گرفتن باز هم به روش‌های دیگه میتونن نتیجه بگیرن. خیلی نکته مهمیه. من اینایی که بهتون میگم کپی شده از یه مقاله‌ای نیستش، همش تجربه است. رفقای گل، دوست دارم که قدرش رو بدونید. برای اینکه بتونید بهترین پستاتون رو ببینید کافیه برید توی قسمت اینسایت، توی آمارهای اینستاگرام، تو قسمت کانتنت یه سری سیال داره، حالا مواردی که اونجا میتونید فیلتر بکنید فقط پستاتون یا فقط ریلزاتون، اونم به ترتیب بهترین بازدید بر اساس ریچ یا ایمپرشنز رو اونجا بازدید بکنید، ببینید کدومش بهتره و رو اونا مانور بدید. هفتمین مورد که خیلی هم مهمه، اگه داری ویدیو میذاری خیلی کوتاه کار کن، خصوصا وقتی که یه دوره غیبت داشتی برمیگردی شروع نکن زیاده گویی کردن. خب اصلا مردم وقت نمیذارن واقعا. سعی کن اولش خیلی کوتاه کار کنی. اگه ویدیو میذاری 30 تا 50 ثانیه، بیشترم روی ریلز مانور بده، تو استوری خیلی ویدیویی شروع نکن کارتو و سعی کن اول توجه ها رو جلب کنی، یه سری چیزا ایجاد بکنی که مخاطب هی جلب توجه بکنه براش، بعد بری سراغ اصل مطلب. و هشتمین مورد که خیلی مهمه و همه به اشتباه فکر کنن این هشتمیه فقط همه چیزه و اینا، خیلی تکنیکه که من خودم این تکنیکو 5 سال پیش توی پیج اینستاگرامم گذاشتم، اینو هنوزم دارن همه همونو کپی میکنن بدون که بدونن چرا من اون روز این حرفو زدم. لایو گذاشتنه. شما وقتی لایو میذاری یه نوتیفیکیشن میره برای تمام فالوورای شما که مثلا فلانی ایز لایو، مثلا حالا هر چیزی که می‌نویسه، یعنی مثلا یه لایو گذاشته اجرای زنده‌ای داره میذاره. لایو یعنی یهویی بودن، یعنی یهویی ظاهر شدن جلوی مخاطب. هر جایی هستی، حتی 12 شب میتونی توی کافه رستوران نشستی لایو بذاری. و لایو نباید تکراری باشه، نباید صرفا یه بک‌گراند خیلی عادی داشته باشی، نشسته باشی مخاطبات بیان توی لایوت تا لایوت بگیره. نه، باید یه سوژه‌ای هم داشته باشی. این یه مورد که خیلی مهمه. و اینکه میگیم لایو گذاشتن تاثیر داره تو اینکه یه شوکی به پیجت بده، نه توی مقطع شروع، توی همه قسمت‌های زندگی تو اینستاگرام لازمه که گاهی وقتا لایو بذاری که یه شوک بدی به پیجت. پس سوژه یابی بکن، لایو گذاشتن خیلی مهمه. 9 تعامل به شدت بالا. این که میگم تعامل به شدت بالا یعنی باید وقت بذاری تو اینستاگرام، اعلام حضور باید بکنی. آقا من برگشتم، من دوباره اومدم. چجوری؟ کامنتاتو جواب بده، دایرکتاتو جواب بده. اگر کامنتای قدیمی برات باقی مونده که جواب ندادی، برو جوابشونو بده با یه لحن خوش که بتونی دوباره برشون گردونی، یه نگاهی به پیجت بکنن. اینا به کنار،
اینا کسایی هستن که به تو کامنتی دادن، به تو دایرکت دادن، اینا رو جواب میدی. دومین مورد اینه که باید بری رو پیجای همکارانت ریپلای بزنی، استوریاشونو باشون تعامل برقرار کنی که اونام بفهمن تو برگشتی، اونام با دوباره تعامل برقرار کنن وقتی پست ها و استوریاتو میبینن. خیلی مهمه. و سومین موردم اینه که کامنت بذاری زیر پست بقیه، همون اصطلاح کامنت مارکتینگ که خیلی روش تاکید داشتم، خیلی ویدیو راجبش ساختم. کامنت گذاشتن زیر پست بقیه خیلی توجه رو سمت شما و پیجتون جلب میکنه و اگر خوب کامنت بذارید، خلاقانه بذارید، فوق العاده براتون تاثیر داره، هم برای صاحب پیج که میفهمه آقا فلانی هم مثلا با من تعامل داشته، هم اینکه کسایی که کامنت خونی خیلی رایج شده براشون در واقع میبینن و کیف میکنن و ممکنه که پروفایل ویزیت برات بشه و بیایی بالا. من یه کامنتی چند وقت پیش توی یه پیجی گذاشتم همینجوری، هم مثلا خیلی اهل اینستاگرام مارکتینگ دیگه خودم نیستم چون حالا مدیریت شرکتم هست و کار دیگه که دارم میکنم، ولی گذاشتم دیدم مثلا این 6000 تا لایک خورده بود. یعنی میدونی یه سری چیزام شاید استعداد ذاتیه ولی یه ذره تمرین کنی اکتسابی هم میشه، یعنی میتونی کسبش بکنی. دهمین مورد لایو مشترک برید. اگر دوستی داری، آشنایی داری که فالوورش تو شرایط بهتری هستش، حتما باشی لایوی برو، یه سوژه‌ای بندازید وسط که بتونید راجعش جرابت کنید، مخاطبا رو سرگرم کنید تو لایوتون. خیلی مهمه. 11 یکم چاشنی طنز و شوخی و حالا محتوایی که وایرال شده، ترند شده و به شما میتونه کمک بکنه که بهتر دیده بشید و شما هم بیاید محتوا تولید بکنید و اون یختون رو آب بکنه برای شروع کار. خیلی مهمه. پس اینم میتونی ازش کمک بگیری و با بعضی از سوژه هایی که میبینی اول ویدیوهای ریلزی بعضیا میاد و اونا سعی میکنن اون سوژه رو تکرار کنن، تقلید کنن یا هر چیزی، اینا کمک میکنه ولی همه چیز نیستش. من 12 تا راهکار میدم که شما با توجه به حوزه کاری خودت انتخابش بکنی. 12مین مورد اینه که همه این مواردی که گفتم رو دوباره تکرار کنی. یک بار ممکنه یا 2 بار، کل موارد دوباره هی باید تکرار کنی. یه چرخه 20 روزه، 30 روزه و حتی تا 60 روزه راه بندازی و اگر پیجت برنگشت بیای دنبال راهکارهای دیگه بگردی که 90% مواقع پیجتون با همین موارد برمیگرده. اون چند درصدی هم که اون 5% هم که میگم ممکنه پیجتون آسیب دیده باشه، به این دلیله که پیجتون ممکنه که فالوورهای خیلی روح زیادی داره، اکانتاشون دیلیت شده، نمیدونم دیگه تعامل نمیگیرن، استوریای شما خیلی رفته عقب، هر کاری بکنی دیده نمیشی. اینجور مواقع یه ذره حالا میتونی تبلیغم بری، بهت خیلی کمک میکنه که دوباره یه سری فالوور جدید جذب بکنی و نگاهت باید به اکسپلور باشه، باید خصوصا به ریلز باشه که افراد جدید با پیج داشته باشن. خیلی مهم بود نکته آخر که بازم گذاشتم آخر ویدیو. دمتون گرم که تو پایان همراه من بودید. اگر ویدیو براتون مفید بود لایک بزنید و سابسکرایب چنل اگر عضو چنل من نیستید انجامش بدید، چون خیلی 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 از حرفایی که اینجا میشنوید برای اولین بار تو وب فارسی و اصلا حتی بعضیش تو کل دنیا برای اولین بار داره گفته میشه و همش چاشنی تجربه است. دوستتون دارم، امیدوارم که ازش استفاده کنید، شما رشد کنید انگار من رشد کردم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.